زدوخوردهای دهانی و ظلم و تعدیهای گوشناشونی، ساعتهای طولانی در فضای مجازی و تلویزیونی، همایش و نمایشها، بحث و تلاشهایی که همیشه گرم و تفسان است و نهایتی آن نامعلوم می باشد. موضوع یک است، حجاب، و هدف یگانه است، سیاه کردن آن. حجاب آن دشمن ساخته و در اصل مظلوم و آن معمایی که در گذشته و تا حال یکی از نمایانترین و مهمترین مسئله های به شمار می رود که دشمنان مغریض گاه نسبت به جایگاه و ارزش آن ضمن احکام شرعی طعنه می زنند و گاه دیگر آن را همچون رمز عقب ماندگی و سببگار اساسی پسماندگی مسلمانان عیبدار نموده و گاه دیگر حتی به فرض بودن آن اعتراض می کنند. بر اثر همه این در ذهن برخی سوالهای پدید می آید که عبارت است از: آیا می سزد که به خاطر یک حجاب چنین زحمت کشیده شود؟ آیا حجاب در واقع چنین یک مسئله جنجالی و یا چنانه که دشمنان می شمارند بی ارزش هست؟ آیا حجاب تنها همین یک پارچه لته است که سر را می پوشاند و یا آن حکمت و رمزیت بزرگتری دارد؟ آیا کسانی که با حجاب دشمنی می ورزند دشمنی آنها محض با همین حجاب است و یا به خاطر رمز اسلام بودن آن با حجاب دشمنی دارند؟ ما اینجا تلاش میکنیم تا به این سوال و گونه های آن جواب بدهیم. فرض است و یا مسئله اجتهادی. سال 1911 عالم فیزیک مشهور ارنست رزنفورد نمونه نو خود را عاید به اتم پیشنهاد نمود. او به این نمونه خود در نتیجه آزمایش ورقه طلا میرسد که آن را هر کسی که درباره اتم معلومات اولیه دارد میداند. ولی جالب در این کار آن بود که خلاصه رسیده رزنفورد تماما برعکس چیزی بود که در این بابت آن زمان همه میدانستند. برعکس نمونه تامسون عاید به اتم که وجود هسته در اتم را رد میکرد، آزمایش انجام داده رزنفورد ثابت نمود که اتم عبارت از وجود کاواک است. در مرکز آن نیروی موجب نسبتا قوی قرار دارد که آن را یادرو میگویند و در گرد آن الکترون های دارای نیروی به هم ضد دور میزنند. خب بیاید اکنون تصور میکنیم که یک نفر که متخصص بخش ادبیات است بعد اعلان شدن این خلاصه رزنفورد درباره اتم به ملأ عام برآمده این خلاصه رو انکار میکند و یا حتی برعکس نظریه تامسون سخن میکند. آیا به گفته های چنین یک شخص کسی اعتبار میدهد و یا کسی به این گونه انتقادها ارج میگذارد؟ البته جواب را خودتان میدانید. گذشته از این شنونده میپرسد که کدام احمق به گفته های ادبیات شناس در بابت مسئله های فیزیکی باور میکند و یا به انتقاد او نسبت به نظریه پیشنهاد نموده دانشمند معروف فیزیک ارج قائل میشود. اکنون عیناً چنین یک فرضیه را به بحث حجاب تطبیق میکنیم. از خود میپرسیم که چند فقیه اسلامی حجاب فرض نیست گفتند تا گفته آنها در این بحث همچون دلیل استفاده شود؟ کدام محدث حدیث نقل کرده است که ترک کردن حجاب را روا شماریده باشد؟ کدام مفسر در تفسیر آیت حجاب را از دین بیرون حسابیده است؟ بلکه ما وقت میخواهیم که دلیل های درباره حجاب ثابت و قطعی بوده و اجماع عالمان و فقیهان اسلامی را در این بابت جمع آوریم مجال تنگی میکند. ولی برای کسی که خواهشمند چنین کار است مجال وسیع و وسایل مهیا میباشد. یگانه چیزی که برای ما در این صدد ضرور بود به میان گذاشتن همان سوال منطقیه که پیشتر گذشت، یعنی اگر اهل یک علم به چیز اتفاق کنند و بعد از آن یک نفر و یا گروه نفرانی که کمترین ابجدیات آن علم را صاحب نیستند آن چیز را نه تنها انتقاد کنند بلکه نسبت به آن ارائه نظر نمایند، کدامی از این طایفه را باید گوش کرد؟ اهل تخصص را و یا شخصانی را که از کوچه این علم گذر نکرده اند؟ از این رو از سوالی که در گرد فرض بودن و یا نبودن حجاب مطرح شده است بگذریم و یک نظر به گفته های مخالفین بنگریم، ببینیم که در پس این چی ها می ایستد. بعد با یک چشم دیگر به حکمت حجاب و اون چه به نفع انسانیت دارد دیده افکنیم. بیشتر از یک حجاب، آن اسلوبی که دولت استیلاگر فرانسه برای برهم زدن بنیاد جامعه الجزایری به کار برده است، پیش از همه به شکست دادن زنان تمرکز میکرد. آنها به واسطه نزد زنانی که در پس حجاب پناه برده بودند میرفتند. با چنین عباره ها فیلسوف معروف فرانس فانون آن هدف اولین را پی برده است، هدفی که استیلاگر رمز بودن
آن را به خوبی درک نموده دانسته بود که برای خللدار کردن جامعه مسلمان این چیز نه تنها راهی بهترین است، بلکه آن را برای لشکر اشغالگری خود مسئله استراتژی قرار داده بود. چنانچه اصطلاحگران فرانسوی در الجزایر از همین اسلوب استفاده میکردند. در نمایش تئاتری که اصطلاحگران فرانسوی در تئاتر وهران الجزایر تشکیل نموده بودند، همین که نمایش به پایان میرسد، یک گروه جوان دختران الجزایری در حضور نزدیک به 50,000 کس به صحنه برآمده از خواهران الجزایری خود دعوت میکنند که آن حجاب را که آنها را از آزاد شدن باز داشته ایستاده است بکشند. ولی حقیقت حال این بود که چنانچه محقق فرانسوی سوزان کایزر نقل میکند، این جوان دختران گروه شکسته های بودند که به پوشیدن لباس فرانسوی مجبور کرده شدند. حتی آن جوان دختر الجزایری به نام مونیکا امیزون که همچون چهره تبلیغاتی فرانسوی بر ضد حجاب استفاده شده بود، زیر تهدید مانده بود که اگر به این کار راضی نشود برادر اسیرش را که در زندان قرار دارد به قتل میرسانند. لورد کراومر حاکم گماشته بریتانیا به مصر نیز چنین اندیشه بیان نموده است. او در کتاب خود وصف مصر می نویسد که اسلام دین است که زن را تحقیر میکند. به نظر او نمایانترین مثال این همان سرپوش زن می باشد. از این لحاظ جهان غربی را دعوت کرده است که برای از بین برداشتن این مانعه که پیش راه نهضت شرق ایستاده است بی‌طرف نباشند، بلکه بیشتر از این او برای آنکه بریتانیا از مصر برآمده رود شرط گذاشته بود اول زن باید از استبداد مردان شرقی آزاد کرده شود. البته راه یگانه این کار را او در مبارزه بر ضد حجاب و ترک آن میدانست. بیشک این اندیشه از آنچه در خطاب اصطلاحگران فرانسوی به الجزایریان شنیده میشد فرق نمیکرد، چون آنها میگفتند که شما همان وقت حق انتخاب پیدا میکنید که زنانتان از حجاب دست بکشند. از اینجاست که به اندیشه برخی از محققان تاریخ اصطلاحگری آن نمایش‌هایی که اصطلاحگران فرانسوی استفاده میکردند به آن نگرانیده شده بود که اصطلاحگری فرانسوی را در نماد قوه حاکم نشان دهند، قوه‌ای که توانست جامعه الجزایری را از دین و هویت خود جدا کرده وادار به از خود کردن فرهنگ غربی نماید. چی طوری که به نظر میرسد اصطلاحگران فرانسوی برای ابراز این موقع دستبالایی رمز بهتر و مؤثرتر از کشیدن حجاب نیافتند. بله، در حقیقت حجاب برای تحقق بخشیدن به این هدف به حد کافی قوت دارد. دکتر احمد ادریس طعان در این بابت چنین میگوید: بیشک غرب در سیمای زن حجاب دار تنها زن را نمیبیند بلکه اسلام را میبیند که در عمق دیارش به او تهدید میکند. یک شخص میتواند مسلمان باشد یا نصرانی و یا یهودی و یا حتی ملحد و بیدین، اما همه این در مظهر عام شاید نامعلوم و پنهان ماند، ولی حجاب به طور همیشه از بودن اسلام و ظهور آن درک میدهد. بله، یک پارچه لته که برخی آن را نادیده میگیرند برای برخی دیگر رمز اسلام و افاده‌گری عزت و استواری آن در مقابل نابودی میباشد. محض همین چیز شایسته آن است که به زن مسلمان احساس عزت آنچه را که برایش حجاب میبخشد تامین نماید. انسان است و دیگر بیش نیست. در جهانی که همه چیز به ماده و مال مبدل شده است، انسان نیز معنای معنوی خود را از دست داده به دایره محدود مانده است که از مساحت حواس پنجگانه نمیگذرد و نهایت آهسته آهسته به یک ماده بیجان تبدیل مییابد. یعنی او یک انسان مال است و از این بیش دیگر ارزشی ندارد و یا قول بعض آب شده رفته است. این است آن جهانی که زن در آن خود را میان تلاطم ماده و فتنه رنگ و بار، رقابت بدنی نمونوی و فریفتنهای لباس شفاف که این بدن را نشان میدهد گرفتار میبیند. دانشمند روانشناس پیر داکا در این بابت چنین میگوید: در تاریخ زمانی نبوده است که در آن زن مثل حاضر زیر پا شده و افتاده و بینور بوده باشد، زیرا عصر حاضر شاهد عملیات‌های شده است که در پستی و حقارت تاریخ زنان مثالش را ندیده است. ظاهر همه فریبنده است و دام آن چنان نهان و رویپوش است که دلخواه کس را مفتون خود میکند. محض همین جا عظمت و بزرگی حجاب روی میزند، یعنی زن را از اسارت چنین نمادهای فریبنده آزاد میکند که او را تنها در شکل بدن نمایش میدهند. چنانچه مؤلف
مؤلف کتاب استخوان کج، زن و هویت جنسی ضائع میگوید این همه سلطنت فیلم جنسی میباشد، زیرا زن تنی گشته است که فرهنگ استعمالی آن را به هر شکلی که خواهد به نمایش میگذارد تا خریداری بیشتر جلب نماید. نهایت همین حجاب است که زن را از آن آب شده رفتن و از این مال سودایی شدن نگه می‌دارد، زیرا زن در این حالت زن بودن خود را از خود میکند و بدون آنکه کسی دیگر پرده ناموس او را با نگاه و یا سخن داغدار کند مالک خود میگردد. در عین زمان او به یقین میداند که وی انسانی است که دیگران به او وابسته به کردار و رفتارش بها میدهند. میان دیگران با ارزشات خود بالا میرود، نه با جمال و مفاتین خود. از این رو خیلی عالی میشد که زن مسلمان به حجاب خود از این دیدگاه بنگرد و آن را چنان فراگیر بیند که از چشم اکثر مردم پنهان مانده است. بعد میداند که حجاب یک موجود کامل و بالاتر از یک پاره لته و یا بیشتر از یک لباس پوشنده می باشد. میداند که حجاب مدرسه اخلاقی است که نفس را با آداب والا تربیه می دهد و برای زن اطاعت کردن به دلخواه فرموده الهی را سهل و میسر می گرداند. بنابراین زن مادامی که از روی اطاعت به امر خدا حجاب برتن می کند در عبادت است، حتی اگر برای سیر و گشت برآمده باشد هم. علاوه بر این حجاب عامل است که هستی و هویت زن را از آب شده رفتن پاس می دارد و او را از نگاهی که به شأن و اعتبار او لطمه می زند محافظت می نماید. بیشتر از این همه حجاب رمز به شمار می رود که به وسیله آن زن مسلمان دین خود را دفاع می کند، سخن و قدرت دین را در شرق و غرب گذرا می سازد، چون که به وسیله آن زن اعلان می دارد که اسلام اینجا هست و خواهد ماند و این چونین به تمام اکناف زمین خواهد رسید. زن مسلمان همه این کارها را با عزت تام و شجاعت بی‌نظیر انجام می‌دهد. تنها فرمان خدا را در مد نظر می‌گیرد. بیشک کدام نفس و جان مکرم تر از آن است که در راه خدایش از چیز نمی هراسد.